میگویند رشت دهکده‌ای بوده در میان فضای جنگلی که نامش در کتاب حدود العالم من المشرق الی المغرب به سال 372 هجری آمده است. در این کتاب می‌خوانیم: رشت را میدان بزرگی است پر از دکاکین، در آن انواع و اقسام ضروریات زندگی به ویژه خار و بار فروخته می شود. همچنین در کتاب سرزمین مردم گیل و دیلم درباره فضای شهر رشت می‌خوانیم: اگر 20 کاروانسرا، 40 مسجد و 10 مدرسه بزرگ و 17 مکتبخانه شهر رشت را که در سالهای 1276 دایر بوده در نظر بگیریم، میتوان گفت در شمال ایران این شهر پس از قزوین مرکز اقتصاد و فرهنگ ساکنان حاشیه دریای خزر بوده و بازار آن در فصل خرید و فروش ابریشم از هجوم خریداران داخلی و تجار روس و ارمنی و یونانی پر می شده است. این شهر مرکز داد و ستد فراورده های کشاورزی و صنایع دستی گیلان بوده است و شامل 4 ناحیه کوچ اصفهان، خمام، خشک بیجار و لشن‌نشا می گردید. ملگونوف جهانگرد روس نیز به سال 1279 هجری قمری درباره شهر رشت چنین میگوید: سیاحان گویند در شهر 50 کاروانسرا بود. شهر بسیار خوش‌وضع بوده، خانه‌های بسیار بزرگ و شیک و رو به دریا و پشت به میدان و مغازه‌ها داشته است. در میدان چندین توپ بزرگ و کوچک وجود داشته. بخش جنوبی شهر تا کوه‌ها باز است، اگرچه روس‌ها در زمان تصرف جنگل‌ها را بریده بودند. بخش اعظم شهر بازار است. خانه‌های آن بیشتر آجرین و بام‌ها سفالین است. کوچه‌ها تنگ و سنگ فرش، چاه‌ها در راه بسیار و سرباز. حصاربندی ندارد. شهر رشت در انقلاب مشروطیت با 30,000 نفر جمعیت در 6,000 خانواده نخستین شهر بزرگ گیلان در آغاز قرن 20 بود و تا این زمان با وجود فضای خفه کننده و مملو از حشرات و فقدان آب مشروب سالم و نهرهای سرباز و آلوده و بیماریزا، کوچه‌هایش سنگفرش شده است. در روزهای تعطیلی تحرک بی‌نظیری داشت و از مدت‌ها پیش میعادگاهی برای سوداگران و بازرگانان ایران و روس و خریداران ایرانی و ارمنی. از ویژگی‌های مهم شهر رشت گذر 2 رودخانه معروف به نام‌های سیاه رود و گوهر رود از میان شهر است که در گذشته از اهمیت فراوانی در داد و ستد و تفریح مردم شهر داشته است. جعفر خمامیزاده، پژوهشگر و گیلانشناس درباره موقعیت رشت میگوید: از نظر توپوگرافی باید رشت را شهری مسطح دانست و میتوان گفت که شهر رشت روی برآمدگی به درازای 4 کیلومتر و به پهنای 2 کیلومتر قرار دارد. در قسمت‌های جنوب و جنوب باختری و خاور هم که زمین‌ها به سوی رودخانه می‌رود پست می‌شود.
دشت وسیعی که اطرافش را جنگل‌های انبوه فرا گرفته بود و خانه‌های پراکنده‌اش به آن آرایشی روستاوار داده بود، امروزه به واسطه تردد پی در پی و تغییر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به پرجمعیت ترین منطقه در شمال ایران تبدیل شده است و دیگر اثری از باغ‌های متنوع و فراوان آن نیست. دو رودخانه زیبا و پرآبش به دلیل بی‌توجهی تبدیل به زائده‌ای بدخیم در چهره شهر شده است. بسیاری از خانه‌های بزرگ به مرور زمان فرسوده و تخریب شده‌اند و جای خود را به بناهای جدید داده‌اند و دیگر از آن شکوه معماری گذشته خبری نیست و خلوت و آرامش جای خود را به شلوغی و سر و صدای آزاردهنده داده است. آن دهکده کوچک و پر رونق ایام ماضی با مشکلات تازه تری دست و پنجه نرم می کند. ازدیاد جمعیت و حواشی آن نفس شهر را بند آورده است. وقتی از بالا به شهر نگاه می کنیم با ساختار تو در تو و پیچیده‌ای مواجه می شویم که مشکلات زیادی را در دل خود جای داده است. یکی از عوارض ناشی از شهر نشینی در کلان شهرها که رشت هم در این رده قرار دارد ناهنجاری حاشیه نشینی است. حاشیه نشین‌ها که از افراد فرودست جامعه هستند و معمولاً از روستاها و شهرهای دیگر در جستجوی کار به شهر آمده اند، برای اینکه جایی در نظام شهری داشته باشند و از طرفی هم تن به قواعد شهرنشینی ندهند، به اجبار روانه حاشیه شهر می شوند و همین باعث به وجود آمدن محلات حاشیه‌ای می شود که در آن حداقل امکانات هم وجود ندارد. این محلات پرجمعیت و دارای کوچه‌های تنگ و باریک هستند. گوشه‌گیری مردم از جریانات شهری، تسلط فرهنگ فقر و انعکاس آن در رفتارهای اجتماعی مردم و ایجاد مرزهای پردوام در اطراف محله و جدایی گزینی مردم از سایر طبقات شهری از معضلات حاشیه نشینی است. ساختار و سازه‌های نامناسب و غیر اصولی بافت‌های قدیمی و فرسوده باعث شده فرصت‌های پیش رو تبدیل به تهدید شود. ایجاد بزه و بزهکاری، تبدیل خانه‌های مخروبه به مکانی برای استعمال مواد مخدر و سایر بزه‌ها از جمله آسیب‌های قابل بحث در این گونه بافت هاست. به استناد مصوبه جلسه مورخ 16 خرداد سال 84 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافت‌های فرسوده شهری، تعاریف، ساختار، نوع، مرجع و مستندات قانونی مداخله در بافت‌های فرسوده شهری به شرح ذیل مورد تصویب اعضای شورای عالی قرار گرفت. این مصوبه با مبنا قرار دادن 4 عامل اصلی تدوین شده است: نوع بافت، نوع مداخله، مرجع قانونی مداخله و مستندات قانونی مداخله. بافت گسترده‌ای همپیوند است که از بناها، راهها، مجموعه‌ها، فضاها، تأسیسات و تجهیزات شهری
یا ترکیبی از آنها تشکیل شده است. بافت‌های فرسوده به 3 دسته تقسیم می‌شوند. 1. بافت‌های دارای میراث فرهنگی. 2. بافت‌های شهری فاقد میراث فرهنگی. 3. بافت‌های حاشیه‌ای سکونتگاه‌های غیر رسمی. مداخله در این ساختار از 3 روش صورت می‌گیرد. الف، بهسازی. ب، نوسازی. جیم، بازسازی. در بهسازی اصل بر وفاداری و حفظ آثار هویت بخش است و از طریق حمایت، مراقبت، نگهداری، حفاظت، احیا، استحکام بخشی و تعمیر است. دخالت در این بافت‌ها مستلزم رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی است. در نوسازی حد وفاداری به گذشته از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و بر حسب مورد از مداخله اندک تا تغییر را میتواند شامل بشود. نوسازی با هدف افزایش کارایی و بهره‌وری و بازگرداندن حیات شهری به بافت می باشد و از طریق نو کردن، توانبخشی، تجدید حیات، انطباق دگرگونی صورت می‌پذیرد. در بازسازی اما نه تنها هیچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد، بلکه با هدف ایجاد شرایط جدید زیستی، کالبدی فضایی و از طریق تخریب، پاکسازی و دوباره سازی انجام می شود. بافت‌های فرسوده محدوده‌های آسیب پذیر شهر در برابر مخاطرات طبیعی از جمله زلزله است. کاهش هزینه‌های اسکان، سرریز جمعیت، کاهش هزینه‌های رفت و آمد خانوارها و کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا از جمله مزایای این کار است. اینجا استانبول است، قسطنطنیه، بزرگترین شهر و مرکز فرهنگی ترکیه، تنها شهر دنیا که در 2 قاره آسیا و اروپا قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این شهر به گونه‌ای است که در کنار تنگه بوسفور و دریای مرمره قرار دارد. استانبول به خاطر موقعیت ویژه‌ای که دارد از لحاظ تعداد گردشگران 3مین شهر توریستی جهان است. به جهت تاریخی شهر استانبول 4 دوره تاریخی را از سر گذرانده است: دوران باستان، دوران بیزانس، امپراتوری روم شرقی و امپراتوری عثمانی. از شهر استانبول به عنوان پایتخت چند امپراتوری و قلب فعالیت‌های اقتصادی ملی و بین‌المللی ترکیه یاد می‌کنند. شهری متنوع به لحاظ رنگ، نور و فرم. بعد از دهه 80 میلادی نقطه آغاز بازسازی شهری محسوب می شود. آنطور که دیده می شود افزایش ادارات و ساختمان‌های مسکونی به طور غالب در مناطق شمالی سمت اروپایی شهر قرار دارد. پژوهشگران می‌گویند بعد از دهه 80 میلادی که بازسازی شهری آغاز گردید، ساختارهای شغلی نیز دچار تغییر شدند. اهمیت اقتصاد خدماتی افزایش یافته و منجر به افزایش اهمیت مشاغل اداری، فنی و حرفه‌ای شد. تغییرات در اقتصاد موجب قطبی شدن اجتماعی در زمینه درآمدی و شغلی گردید. جامعه یک دست به جامعه چند تکه تبدیل شد. یک طبقه متوسط جدید شکل گرفت. انتخاب محیط زندگی آدم‌ها منعکس کننده سبک زندگیشان است که شامل اولویت برای محله‌های تاریخی درون شهری است.
تغییر در سبک زندگی و اولویت‌های فرهنگی تا حدی در خرید و بازسازی خانه‌های قدیمی به ویژه در داخل شهر منعکس شده است. با انتقال کاربری تجاری و اداری و خدمات تولیدی به مرکز شهر، مراکز صنعتی به حاشیه منتقل شدند. دگرگونی مسکونی شامل جانشینی اجتماعی و تجدید حیات بود. گروه‌های طبقه بالای جامعه جایگزین طبقات پایین در نواحی درون شهری شدند که منجر به احیا و نوسازی شهر شد. در تجدید حیات مسکونی دو فرایند دیده می شود: بروزرسانی ضروری و اعیانسازی. در بروزسازی ضروری، ساکنین یک محله پول و تلاش خود را صرف مرمت خانه‌هایشان کردند. در فرایند اعیانسازی، طبقه متوسط و متوسط رو به بالا به محله نقل مکان کردند و خانه‌ها را بازسازی کردند و جایگزین ساکنین قبلی شدند. در طی روند توسعه، افزایش استفاده از ماشین شخصی به طور واضحی با کالبد فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی مرکز تجاری قدیمی ناسازگار بوده که به سمت حمل و نقل عمومی و پیاده راه‌ها جهتگیری شد. بخش تاریخی استانبول اکثراً بناها 2 تا 3 طبقه می باشد و عمدتاً مسکونی و تفریحی. مبلمان شهری در این مناطق بازسازی شده و رستوران‌ها و کافتریا تأسیس شده اند. میادین و خیابان‌های اطراف با تأسیس گالری، قهوه‌خانه، فروشگاه‌های صنایع دستی و بازارهای عتیق فروشی و رستوران دارای فضای زنده شهری شد. موقعیت کاری معماران ترکیه نسبت به معماران ایرانی بسیار متفاوت است. معمار در جایگاه واقعی خود قرار دارد و معمار مسئول و رئیس کنترل ساختمان و اکثر کارگاه است. کاروانسراها و بازارهای قدیمی محل کسب و کار پر رونق مردم استانبول است و این بناها با حفظ معماری قدیمی خود و با کاربری‌های جدید اقتصادی مشغول تجارت و جذب مشتری هستند. محله‌ها تفکیک شده و ساختمان‌ها زیبا و یک دست به نظر می‌آیند. ساختمان‌های قدیمی مرمت و نوسازی می‌شوند یا در دل یک موقعیت تجاری به زیبایی سر برافراشته و محل بازدید عموم قرار می‌گیرند. استانبول شهری است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می‌کند و برای هر نقطه‌اش تدبیری اندیشیده شده است. وقتی دقیق‌تر به کوچه‌ها و محله‌های رشت نگاه کنیم، متوجه ناهمگونی و مشکلات زیاد آن می‌شویم. کوچه‌های تنگ و باریک و بعضاً تاریک، با عمارت‌ها و ساختمان‌هایی مستعمل و فرسوده، نه تنها فرصتی برای زندگی امن و راحت نیست، بلکه تهدیدی هم به شمار می‌رود. از جمله موانع پیشروی چنین بافت‌هایی عدم دسترسی راحت در مواقع بروز مشکلات، از جمله آتش سوزی و زلزله است که راه را برای کمک و امداد مسدود می سازد. سستی و فرسودگی بناها هم خود تهدیدی بالقوه برای ساکنان این بناها و در محل است. رشت به خاطر رطوبت دائمی هوا چوب را به سرعت فاسد می کند و از بین میبرد. از رطوبت هوا همین بس که گریبایدوف سفیر روسیه در ایران قاجاری در نامه‌ای درباره رطوبت هوا چنین می‌نویسد: رطوبت به قدری زیاد است که حتی از درز ساعت هم عبور کرده و فنر ساعت زنگ می‌زند. با این اوصاف وقتی به زمان حال نگاه می‌کنیم متوجه تغییر چندانی نمی‌شویم. همان رطوبت است و همان عوامل مؤثر در خرابی.
دیوارها و شیروانیها محل رشد علفهای هرز و خزه است که باعث شکاف در رگ و پی خانه می گردد و پس از مدتی شاهد ریزش و آوار خواهیم بود. بارانهای مداوم از جمله خطراتی است که بناها را تهدید می کند. پی ساختمان را می شوید و از استحکام آن می کاهد. در گوش و کنار شهر بناهای مخروبه‌ای را می بینیم که مشخص نیست چرا ویران شده است و چرا بعد از ویرانی تکلیفش مشخص نیست. نه چیزی ساخته می شود و نه آینده‌ای برایش می توان متصور بود. این ساختمان‌ها سد راه توسعه و آبادانی است و باعث مخدوش شدن منظر شهری می شود و از طرفی محلی برای بزه‌های گوناگون است که مانع آرامش و آسایش شهروندان می گردد. نوسازی و بهسازی از جمله راهکارهای گذر از این معضلات است. تعمیر و ترمیم بافت فرسوده و اصلاح ساختار زائد شهری به ما کمک می کند تا تصویری سالم و زیبا از بافت شهری پیش رو داشته باشیم. با اصلاح بافت‌های فرسوده، فرصت‌های زندگی از طریق اسکان مناسب و دسترسی‌های راحت بیشتر به چشم می‌آید. شهر سالم نیاز به بافت سالم دارد و با مجزا کردن بافت‌های ارزشمند تاریخی فرصتی برای جذب گردشگر فراهم می‌کنیم و این کار جز با آگاهی و مشارکت مردم امکان پذیر نیست. شهر بانشاد نیاز به فضاهای تازه دارد و با حفظ بناهای ارزشمند و اصلاح و ترمیم نواقص برای حفظ هویت خود تلاش کرده ایم. این امر مستلزم شناخت، توجه و کمک همه است. آنچه تا کنون دیده ایم نگاهی است اجمالی به شهری که پیشینه تاریخی دارد و رفتار درستی با بافت فرسوده‌اش نشده است. بافتی که نباید با نگاه تهدید به آن نگریست و اگر درست برخورد شود به فرصت نیز تبدیل خواهد شد و ظرفیت‌های فراوانی برای سرمایه گذاری دارد. میتوان با دیدی متفاوت به محیط شهری پرداخت و زوایای پنهانش را کشف کرد و آسیب‌هایش را ترمیم کرد. آن بخشی از مدیران شهری و مردم که با این رویکرد آشنا نیستند با آموزش پی به ضعف‌ها و نواقص خواهند برد و برای حفظ و ثبات آن خواهند کوشید. باید این علاقه را در جامعه ایجاد کرد تا همه بدانند چگونه میتوان شهری سالم و ایمن داشت و به سوی آینده گام برداشت.